اسلام راه و سیستم با ترتیب است که تمام جزئیات حیات انسان را در بر میگیرد، چه آن مادی و معنوی باشد و چه روحی. توسط اسلام ما میتوانیم حیات خود را به تنظیم درآوریم که آن سبب موفق بودنمان در زندگی گردد. نماز انسان را به نظام و ترتیب اهمیت دادن را می‌آموزاند تا اینکه انسان مهم بودن وقت را در زندگی احساس نماید و نماز را در وقتش انجام بدهد. قصداً نماز را در وقتش نخواندن قریب به نماز نخواندن برابر است. هنگامی که اذان داده می شود، هزارها آدمان برای در وقتش انجام دادن نماز به مسجدها می‌شتابند. در این هنگام اولویت نماز بر دیگر کارهای روزمره مردم دیده می شود. نفر در نماز امام می شود، همچنان که پیامبر گفتند، و همه با هم بدون اختلاف و سرکشی پیروی او میکنند. خداوند باشد به صفهای مردم نظر میکند و امید است که به سبب صفهای راستی آنها دلهایشان نیز برای راست هدایت یابند. ماه رمضان نیز مثل نماز به انسانها درس و تربیه های میدهد که توسط آن جامعه انسانی حالت خود را بهتر مینماید. فرق ندارد که چقدر گرسنه، اما حتمی باید صبر، تحمل و خودداری را در مقابل حرام کرده های خداوند بیاموزی تا اینکه موفق شوی. وقت‌های نماز تمام روزی تو را به تنظیم می‌دارند و در رمضان به وقت‌های نماز بامداد و شام اهمیتی خاص داده می‌شوند. قابل ذکر است که بسیاری آدمان این نظام و ترتیب روزه‌داری را بیرون از رمضان نیز اختیار می‌کنند، در حالی که این فرض نیست. اگر انسان درباره زکات اندیشه کند، می‌فهمد که این یکی از وسیله‌های برای دستگیری کمبغالان و نیازمندان است که در جامعه ما زندگی می‌کنند و نیاز به کمک و دستگیری ما دارند. حج از بزرگترین آینه ترتیب‌ها در دنیا به شمار می‌رود که برای میلیون ها آدمان درسی برادری، یکدیگر فهمی و خودشناسی و برابری را می‌آموزاند. پیامبر ما خیلی کوشش میکرد تا امتش با نظام و ترتیب زندگی کند، قانونهای دینی و دنیوی را رعایت نماید و حتی که ما را امر کرده است اگر 2 نفر از شما به سفر برآیند، حتما 1 نفرتان باید راهبر انتخاب شود و این چنین فرموده است که رسم و آیین‌هایی که به خلاف دین نیستند باید احترام کرده شوند. بسیاری وقت ما قانونها را در زندگی رعایت نمیکنیم، فکر میکنیم که آن به ما دخل ندارد و این سبب میشود تا دیگران نیز به ما پیروی کنند. چرا من این همه سخنها را گفته ایستادم؟ رمضان گذشته من با ماشینم در راه نه چندان سیر ماشین حرکت میکردم و به هر یک علامت استاپ در راه می ایستادم، در حالی که میدانستم که بیفایده بود. من از همه این علامت ها و چراغک ها خسته شدم. حتی اگر من قانون شکنی بکنم، در اینجا پلیس هم نیست که مرا جریمه بکند. در این هنگام مردی را با ماشین زدم و به او توجه نکرده بودم تا اون دمی که او را زدم. خیلی در احساسات افتادم، تپش دلم زیاد شد. در حال از ماشین آمده از حالش پرسان شدم. خیلی عذرخواهی کردم و گفتم که هر خدمتی که باشد من تیار هستم. هنگامی که به یاری تعجیلی زنگ زدنی شدم، او مرا باز داشت و گفت خطاکی و بی اهمیتی از طرف من صادر شده است، اما من برای بی اهمیت بودنم باید جواب میدادم. بنابراین به یاری تعجیلی زنگ زدم و تمام مصرفات مالی را به عهده گرفتم. مبلغ معالجه برایم خیلی گران آمد، اما در عوضش درسی مهمی برای حیاتم گرفتم. شاید بعضی آدمان فکر کنند که آن علامت های راه و یا چراغک سرخ نه همه وقت مفیدند و یا گمان میکنند که با تلفن صحبت کرده و به هم نقلیات را اداره کردن در زیر اداره آنهاست. اما این را باید دانست که همه علامت ها برای حفظ انسان ها گذاشته شده اند و آن نیز جزء از ایمان است. پیامبر خدا، تو ما را امر کردی تا اینکه با صبر، با ادب و با ترتیب و نظام باشیم و از عملهایی که بر ضرر خود و دیگران است خودداری کنیم. به تحقیق ما را از هر چیزی که برایمان مفید است آگاه کرده ای.